بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين. ای خدای مهربان، درهای فضل خودت را برایم باز کن و مرا در این روز از برکت‌هایت بهره‌مند ساز و مرا به آن چیزی که خوشنودی‌ات در آن است موفق بدار و در وسط بهشت مرا ساکن گردان ای برآورنده حاجات درماندگان.